و آب کوثر که روان افزاید صادق سال مبارک آید. 45 سال مقدم استاد جورابک مرادов در صحنه قرقیزستان این سرود را پیشکشی مخلصان کرده بود و امروز شاگردانش نیز آن را زمزمه می‌کنند. سال 2001 با قرار رئیس ولایت سوخت، مؤسسه دولتی انسامبل شش مقام خانون نور خوجند تأسیس یافت که از آغاز تا این جانب استاد جورابک مرادов راهبری آن را به عهده دارند و به جوانان نازکی‌های شش مقام را می‌آموزانند. با واسطه کنکورس ما سرجم کردیم آوازخوان‌ها، هم دخترها هم پسرها هم نوازنده ها. بسیار یک اعضای حکماتی بسیار بقوت بود، از تمام گوشه کنار ولایت آمدن. ما هم بهترین راه انتخاب کردیم و حقیقتا در 7 ماه ما برنامه اولین تیار کردیم. در روز 1150 سالگی دولتداری سامانیان. از نگاه استاد برای سراینده خوب بودن پیش از همه آواز خداداد داشتن و فهمیدن شعر بسیار مهم است. خودی صنعتکارا بسیارش خودی شش مقام حال نمیفهمند. حالا بسیار با واسطه تلویزیون خفه نشن، من این گپ گفتم باز میگم، همه استاد شش مقام اعلام بکنم ممکن نیست. استاد شش مقام تا صادق خان حافظه، همین آخر آتش جلال، داملا حلیم، حاجی عبدالعزیز، صادق خان امین. دیگر از همین طرف شش مقام استادان شش مقامدان شش مقام خان هستند. دیگر استادان شش مقام گذشتند. اینها استادان شش مقامدان و شش مقام خان با تشکر که از استادها از دل به دل گرفته آوردن، ما دوره ما برساندن. ما اکنون حال شرایطی که برای پیش بردن صنعت عالی جناب، همه ساحه تکنیک همه چیز، اکنون وظیفه ما خدا خواهد اینا آینده ها رساندن. به نزد استاد از تمام مناطق ولایت جوانانی که میل به این صنعت بلند دارند آمده‌اند. آنها می‌خواهند میراثبر هنر گذشتگان خود باشند و به خلق و وطن خدمت ارزنده نمایند. ما جوانان قرضدار هستیم که این چیز از استادها یاد گیریم، باز به شاگردا آموزانیم. به آنها بسیار این یک وظیفه مقدس هم هست، باید آموزیم، چون که میراث نیاگان ملت تاجیک است. چون که از نامش پیداست که شش مقام است، این به واسطه از نامش پیداست که مال ملت تاجیک است. در اینجا من شش مقام چی بوده گشت رو فهمیدم، تا حال فهمیده ایستادم. در آینده ما نیز وقتی که عنوان استادی رو به خود میگیریم به شاگردان میرسانیم. برای خوب و دلنشین آفریدن سرود اسباب موسیقی نیز نقش بزرگ دارد، زیرا سرود از 2 قسم عبارت است: متن و آهنگ. استاد جورابک مرادов امید بر آن می‌بندد که از بین شاگردانش نابغه‌های صنعت تربیت می‌یابند و به مردم خدمت می‌کنند. گزارش فرزانه علیه و برهان جان برهانов.